از این خاطر از همه خواهرها، از همه مادرهایی که صدای ما را آینده میشنوند، از شما خواهش ما همین است شوهرها را احترام کنید، به قدر شوهرها رسین. اون میگوید یک شوهر بود، میگوید پشتش میگوید همین تا گویم که یک گوشت زیادی داشت، ولی بعضی زنها شوهرم ریش مانده است، شوهرم بدرو شده است، بی‌زیب شده است، گویم دیگر هر خیل گویم صفتهای ناخوب در راست همون شوهرها میکنن. یک مرد بود میگوید بسیار یک پشتی همین تا یک گوشت زیادی داشت، کوزه پشت میگویند، و بسیار شکلش هم بینهایت شکل بی‌زیب بود، لیکن زنی بینهایت خوب داشت، بسیار یک زنی خدا ترس داشت. لیکن میگوید وقتی این شوهر که می آمد، همین مرد کوزه پوشت، همین مردی گویم که نه چهره خوب داشت نه صورتی خوب داشت، وقتی به خانه که می آمد، زن که زنی خدا ترس بود، در حال میگوید استقبالش میگرفت، قبولش میکرد، حتی پایهای همو را میگوید با دست خودش میشوست، پیش از طعام دادن میگوید دستهای همین شوهر را میشوست. این شوهر میگوید وقتی این خدمت از زن دید یک بار مغرور شد، بعد گفت ای زنه، گفت از تو یک سوال دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت در همین دنیا از همه دیده کی را دوست می‌داری؟ این شوهر فکر کرد که البته خیلی مرا دوست می‌دارد که این دست و پای مرا همیشه میشوید، خوب استقبال میگیرد. گفت شوهر خوب میشد که این سوال از من نمیدادی، برعکس این سوال میدادی که از همه در دنیا کی را بد میبینی؟ گفتن خیلی پس از تو سوال میکنم از همه دیده در دنیا کی را بد میبینی؟ گفت والله که از همه بدترین انسانی که بد میبینم این تو هستی. گفت این تو هستی، لیکن به خاطر قیامتم من خدمتی در تو کرده ایستاده‌ام، لبخند میزنم، خنده میکنم به سوی تو، به خاطر که در جمله صابرین و شاکرین خدا مرا نویسانده گرداند. من به این خاطر گو در تو خدمت میکنم. ببین در چگونه مردهای کوزه پوشت و مردهای بی صورت در زنها خدمت میکردن. امروز که الحمدلله این گویم این جوانای ما را ببینین، این مردها را ببینین که چقدر صورتی زیبا دارن، سیرتی خوب دارن. پس وقتی اینها که موردی به احترامی قرار گرفتن، وای به حال همون زن، وای به حالش. وگر پارسا باشد و خوش سخن، نگه در نکویی و زشتی مکن. زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. حضرت سعدی گفتند وگر پارسا باشد و خوش سخن، نگه در نکویی و زشتی مکن. دادر عزیز گو وقت زنگیری میره، ببین همون زنک خدا ترس است، سخنی خوش دارد، معامله خوب دارد، دیگر چهره او را جدا نکن که خوشرو هست یا نیست. زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. ببین تو زنی خوشفعل برای خود جدا کن، زنی زیبا برای خود جدا نکن، زیرا همون خدمت‌های خوبی زن تمام آن کردارهای گویم که همون سکه و صورت ناخوبه که زن دارد همه اون عیبهاش هم میپوشاند، زمانی که اگر وای خدمتگاری در شوهر باشد. برای من از این مادر عزیز ما خواستمان همین است که از شوهر عذرخواهی کو، پیش از مردن توبه به سوی خدا کو، تا که شوهر تو را میبخشد. بعد ان شاء الله تو همون کوشکایی که گفتیم تو صاحب میشوی. ولی بسیارش روزه های مریم میگیرن و روزه های 3 روزه میگیرن و دیگر، لیکن شوهر هیچ احترام در خانه نداره. از همه این مهم، از همه مهم همون احترام شوهر است. به نام خداوند بخشنده مهربان و صلوات بی پایان بر رسول خدا یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و دعا گویم از بحر شما برادر اسلامی که همیشه سربلندی ها در راه اسلام نصیبتون گردد. و یک سوال نافهم دارم که میخواهم پاسخ بگیرم. در کتاب دقایق الاخبار و مناقب الابرار خواندم که خداوند برای مردهای جنتی حورها آفریده است که در سینه های آن حورها نام شوهر و نام الله نوشته شده است. من گفتنی هستم که مادامی که هر مرد حور خود را دریابد، زن نکاحی در دنیا کجا می شده باشد؟ بابای حاجی بسیار از شما معذرت میخواهم که شما را تشویش دادم. ما در حقیقت التجا دارم که من رنجور کسلی دل هستم، در حق من دست دعا بردارید. با احترام یک برادر اسلامی شما و شما را به حمایه آن ذات پاک می سپارم که
تا یک تار موی شما کم نشود. خدا شما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب کند. از ام سلمه این برادر ما پرسیده است که هر مرد در جنت که حور داشته باشد این زنای دنیایی کجا میشوند؟ بار ام سلمه که مادر ما و شما زن پیغمبر خدا بود، از پیغمبر خدا پرسید ای حبیب خدا، این مردها در جنت حورها را صاحب میشود، پس این زنهای دنیایی چی میشوند؟ حبیب خدا گفتند زنهای دنیایی در حسن و جمال از حورها دیده زیباتر میشوند و هر کسی که در دنیا کدام زنی را که صاحب بود، خدا همون زن آورده با در نکاحش می درآورد، با در دست همون مرد تسلیم میکند. انا اگر همونجا که تو گویم که اگر زن خدمتگار و زن بوده که این مرد از تو راضی بود قبولت میکند، و الا اگر تو زن آزاردهنده و زنی گویم که امت دلخراش باشی همونجا هم شوهر از تو میگریزد. اگر از حور هم که زیبا باشی تو را وی قبول نمیکند. السلام علیکم حاجی محترم، اگر حاجی را از حج آمد با گلدسته پیشواز گیریم اجازت است؟ یعنی حاجی می آید بعد برادرای ما و شما با گلدسته پیشوازش میگیرند، آیا همین اجازت است؟ بله اجازت است. گلدسته دادن این یگان گویم که اینا بلکه سنت هستند. شما می توانیم پدرتان، مادرتان، زنهاتان گلدسته ها آورده تقدیم کنین. در خانه هاتون می توانین که شما گل آورده گذارین، گل پروری کنین. همه اینا سنت های پیغمبر ما و شما هستند. و این خاطر وای از یک راه دور آمده است. وای قاعده است حبیب خدا وقتی که به سفر می برآمد 2 رکعت نماز می خواند در مسجد. بعد از اونجا که میگشت می آمد باز در همون مسجد 2 رکعت دیگر برای صحت و سلامت آمدن از مسافرتیش می خواند. گاه نزد فاطمه می رفت و فاطمه را بوسه می داد بعدی از سفر آمدنش. و این خاطر حاجی ها را اگر ما و شما هر گونه که استقبال گیریم البته به البته جایز است، درست است، می توانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با یک سوال مراجعت می کنم. آیا آدمی که گیمرای یعنی بواسیر دارد چگونه مستحب کند؟ آب ضرر داشته باشد می تواند که همان موضع را نشوید؟ یعنی گیمرای وقتی که در کدامی اگر این درد وجود داشته باشد، این بواسیر میگویند، مستحب کردنش چگونه باشد؟ اصلا برادرای خیلی عزیز و گرامی، حبیب خدا نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، ببین العافیت و الفراغ. رسول اکرم میگوید 2 نعمتی هست که شما بسیار بسیار پشیمان میشین بعد رفتن این 2 نعمت. این یکی تنی صحت است، دیگرش آرامی هست. و این خاطر تنی صحت بسیار بسیار نعمت کلان است. دادرای عزیز و گرامی کار کنین که شما در این روی های گویم آن چیزی که خنک است وقتی که می نشینین این گیمرای پیدا می شود، یا با آب خنک وقتی که مستحب میکنین گیمرای در شما پیدا می شود. از این خاطر شما همیشه با آب گرم طهارت کنین، همیشه با آب گرم. در تابستان هم که اگر توانین آب گرم استفاده برین و در دستان همون لطه‌ای که دارین همون قطع همه موضع هایی رو که شما آب میرسونین همون زمان قاق کنین، تراتر نپوشین. زیرا اکثر همین گویم که کسل هایی که امروز در بیمارخانه همه بچه های نمازی هن. ببین چه از گیمرای و چه از این کسلی که گویم که آب میرود از او، همه همین در حالتی که همون گویم تحپوشای ما و شما در حالت مستحب میکنیم قاق نمیکنیم تر میماند، انمون حالت در این وجود ما و شما درمند میشود. ما و شما در این بیماری ها مبتلا میشویم. برای این با آب گرم شوین، قاق کنین، بعدا شما از حمام بیرون شوید تا که شما بیمار نشوید. وقتی بیمار شدی دیگر تو در نماز جمعه اشتراک کردن نمیتونی، تو دیگر نماز به حضور دل خواندن نمیتونی. برای این همیشه با آب گرم طهارت کنید. لیکن کسانی که گیمرای دارن و گویم همون بواسیر و آب در او زلال میرساند ترکش کند، همون موضع را نشوید، تماما همون موضع را آب نرساند. بدون رسانیدن آب نماز برای او درست میشود.
السلام علیکم بابای حاجی میرزا. من ساکن دوشنبه شهر بوده خود زاده کلاب شهر می باشم. راست دیگه من در دوشنبه کاسیت و دیسکای شما رو بسیار دیدم و تماشا کردم، اما شما را از نزدیک ندیده بودم. حالا شکرانه خدا میکنم که شما را از نزدیک میبینم و با شما نماز میخوانم. بابای حاجی با شما یک دو سوال داشتم. نماز قصر گفته کدام نماز را میگویند؟ آیا بجای نماز قصر نماز پره خوانیم نمیشود؟ دوم نماز شکر وضو گفته کدام نماز هست و چه خیل خوانده میشود؟ مثلا نماز قصر گفته وقتی ما و شما از اینجا که سفر کردیم با دوشنبه ما و شما مسافر هستیم، اگر نیت ما و شما تا 15 روز باشد، لیکن از 15 روز زیاد باشد ما و شما مسافر نیستیم، راه در مسافرانه میخوانیم. دوشنبه که رفتیم ما و شما آدم مقیمی یعنی آدم همونجا به حساب میرویم. تا 15 روز اگر نیت تان باشد شما مسافرین، میروین در همونجا نمازهایی که 4 رکعت فرضن 2 رکعت شما میخوانین. اگر مبادا گویین که مثال نیم همین 2 رکعت نه 4 رکعت میخوانم تو گناهگار میشوی، گناهگار میشوی. یقین دانین این آیت قرآن است که شما نمازها را در مسافرتی قصر کوتاه کنین، 4 رکعت را 2 رکعت کنین. و این خاطر اگر ما گوییم خیلی همه شرایط ما خوب است، هیچ ماندگی نداریم، این آب گرم همه هست، نه 4 تا میخوانیم، در این 4 تا خواندگی تو گناهگار هستی، تو فرمان اجرا نکرده ایستاده ای. این یک مکافاتی هست که خدا برای تو داده است در حالت مسافری. شکر وضو گفته همین بعد طهارت کردن، وقتی که ما شما طهارت کردیم بود کردیم 2 رکعت نماز بعد همین طهارت خوانیم، همون شکرانه وضو میگویم. هر سوره را که میخوای خواندن بگیر، بسیاری بسیار ثواب کلان دارد. حضرت بلال حبیب خدا شب معراج در حدیث ها میگوید من گویم که آواز قدم های بلال در جنت شنیدم. وقتی که حضرت میگوید پایان آمدم و بلال گفتم آواز کفش های تو در جنت صدا داد. و چی خاطر است؟ حضرت بلال گفتن همیشه طهارت که میکردم 2 رکعت نماز از پس او میخواندم. شاید که همین عمل من در نزد خدا خوش آمده باشد و صدای کفش های من در جنت صدا داده باشد. و این خاطر شما اگر طهارت کنین و بعد او 2 رکعت نماز خوانین بسیار ثواب دارد. السلام علیکم آقای حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان شما از مسجد دهیه آبشاران ناحیه یاوان سلام خود را میفرستیم و این چنین از نام رئیس دهمون و مولای دهمون و شیخ پاک دامنمون و شما سلامتی عمر دراز با برکات را خواهانیم. در پناه خدا باشید و دعا کنید که با همراهی قوم بیماری های ما را شفا دهد. خدای مهربان این برادرایی که از ناحیه یاوان از دهه آبشاران از ما و شما دعا خواستند، خدا همه بیماری هاشون شفای کامل و شفای عاجل نصیب کند. آمین و رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلح و آرامی سلامتی و عمر دراز را از الله به شما حاجی میرزای محترم و حاضرین همین جماعت دعا طلبم. من و همسرم یک جای زندگی مستقلانه داریم، کسی از کلانترهای ما به ما نیست و شکر خدا را که با ما فرزندهای عطا کرد. دختر روزها من در کار هستم و همسرم با کار و بار خانه و تربیت فرزند، از بس که وای از سحر تا بیگاه با کار خانه هست، بسیارتر در نزد کودک لختکه ها را مانده به کار خانه مشغول می شود. روز به خانه مهمان آمد و پس از بازیچه ها را دیدن از من خواهش کرد که من آنها را از خانه دور کنم. او بالا است. گفت آیا این درست است؟ شما چی میگوید در این باره؟ بازیچه در پیش کودک کش بوده است. بازیچه هایی که امروز گویم در مغازه ها می فروشند، ما و شما برای کودکامون میخریم. مهمان دیدن برابر گفتن این بازیچه ها را در خانه اجازت نیست. خوب میشود که این بازیچه ها را از خانه دور کنین. خوب میشود که شما بازیچه هایی که صورت نباشند بگیرین، بازیچه هایی که شکل صورت نداشته باشند. یعنی یک خانه ها میره یک سگ میبینید توخی آفرین او سگ کلانیش، اگر او را مثال در شب میبینید تو یا در یک حالت ناخوب میبینی، یک آدم یا حاجی والله که گفتن که وقتی که در خانم در آمدم بیگاه بود، گفت بالای همون دیوانی که خواب میکنم برای همه کودک ما گفت از کدام شهر دورده است یا طرفای روسیه، گفت یک لفتوکی کلان آورده بودم، همون را دیدم گفت باور کنین گفت تمام وجود ما لرزه گرفت، گفت با همون لفتوکی که در همون خانه دیدگی است. و این خاطر شما خوب میشد که همون ماشینچه هایی که وجود دارن خب به صورت باشن، اینش بهتر است. در اصل هر خانه ده که صورت باشد یا بازیچه هایی که به صورت مانندن
اون خانه دا دیگه ملائکه های رحمت نمیتراید. برای این بهترین صورتش خرین، بازیچه ها را بخرین، فقط بازیچه هایی که مثال گویم یگان آواز داشته باشن و صورت نداشته باشن. هر خیل شکل هاش هست که امروز همو به صورتاش گیرین، اینش خوبتر می شود. زیرا حضرت عایشه صدیقه دوره هایی که حبیب خدا می گرفته بودش بسیار خردتر بود، لیکن در دستش لفتک بازی میکرد. حبیب خدا از بازی کردن لفتک حضرت عایشه را من نکرده بودند. و آخران درباره زندگانی صحابه های محمد میخواستم هر روز جمعه نقل میکردید. خیلی انشاءالله وقتا شود درباره این صحابه های پیغمبر خدا هم حکایه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاجی مرزا. بنده در شهر قزان تحصیل علم دارد. فتحه های شما را در آنجا گوش کردیم و امروز به این مسجد آمدم. روزهای نزدیک با سفر دارم، در حق ما دعا کنید. با احترام مخلصان اشدی شما در شهر قزان طالب علم هستیم. خداوند شما را ذهن ذکی و فهم کامل و علم با عمل خدا نصیب کند. آمین و رب العالمین. السلام علیکم استاد عزیز. ما بیمار هستیم، از شما خواهش داریم که از درگاه خدا طلب دعا کنی در حق ما که ما طالب علم هستیم. یک سوال دارم، چشم پریدن چه خیلی است از روی نظریه اسلام؟ التماس جوابش را گردانید برادر عزیز و گرامی. چشم پریدن این از نظر اسلام هیچ نظری ندارد، هیچ معنی ندارد که وقتی که دست انسان گویم که سیخ میزند یا چشمش گویا میپرد خب یا دیگر چیزها هستن یا خرافاتن. همه این افسانه هستن. اینا گویا که از غیب ما و شما یک خبر پیدا میکنیم گفته هر خیلی اینا تماما از نظر اسلام ناجایز هستند. درود و رحمت به شما باد ای بهترین فرزند این شهر کولاب. شب و روز منت نشود با اهل و عیالم در حق تو دعا میکنیم. دعای خیر برای این دیگرگونی هایی که از نیکی عبارت است در مردم این شهر و جمهوری پیدا کردی. در حفظ خدا باشی همیشه. و یک سوال دارم، ظلم چی معنی دارد و چی هست؟ ظلم چیست؟ ظلم کردن یک آدم دشنامتی ظلم است. یک آدم حق شمی خوری ظلم است. یک آدم غیبت میکنی ظلم است. یک آدم پول میتی در عوضش پرسنت طلب میکنی ظلم است. یک آدم مجبور، امروز این مسئله هم بسیار است، یک وجب یا یک متر یا 10 متر زمین او را به ضرب زوری از دست او میگیری، اینم ظلم است. یا یک آدم بیگناه برده لطقین میکنی ظلم است. یک آدم قتل میکنی ظلم است. با یک برادرت قهری میکنی ظلم است. حبیب خدا گفتن اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامه. شما از ظلم ای مردم مسلمان پرهیز کنین، زیرا که این ظلم هایی که در دنیا کردین همه این تاریکی های روز قیامتتان هست. تاریکی های روز قیامتتان هست. انسان باید که ظالم نباشد. عکس ظالم این شفقت است، مهربانی است. همیشه ما باید که رحم داشته باشیم. همیشه باید که ما و شما مهربان باشیم. ظلم در ما و شما نباشد. قصه ها میارد که بار حضرت موسی در یک بیابان میرفت، بناگاه میگوید یک پرنده سفید آمد بالای کتف حضرت موسی نشست و گفت ای موسی، ای پیغمبری خدا، مرا از این عقابی که از پس من صید کرده ایستاده است نجات بده. خواستن رحم حضرت موسی را سنجند. حضرت موسی در حال میگوید این پرنده سفید گرفت و در آستینش انداخت. همین زمان عقاب میگوید آمد و گفت ای موسی، گفت این صید من است، این لقمه من است و رها کن. گفت حضرت موسی گفت بسیار خوب میشد ای عقاب، گفت برای تو یک گوسفند میدهم و همین پرنده سفیدی که از من نجات طلب کرده است همین به تو ندهم. گفت نه، گوشت گوسفند برای من خوب نیست. گفت بسیار نیک میشود. گفت ای عقاب، از همین ران گوشت پای خود به تو میدهم، لیکن رحم بر همین پرنده بکن. همین زمان میگوید این پرنده از آستین حضرت موسی وقتی شنید این کلام موسی را، از آستین بیرون شد و پرید و گفت من جبرائیل هستم. گفت و اون عقابی که بود گفتن من
میکائیل هستیم، آمدیم تا که رحم تو را گفت بسنجیم که تو تا چه اندازه رحم داری. از این خاطر مسلمان باید رحم داشته باشد، مسلمان باید شفقت داشته باشد. همین مسلمان همین است. ابو موسی اشعری چی گفتن؟ حبیب خدا گفت همان مسلمان است که از دست و زبان او کسی آزار نیابد.